امروز دوشنبه 8 جون ما خدمت دوستان رسیدیم در کارگاه 311. الحمدلله پیشرفت فیزیکی کار بسیار خوب بوده. همین امروز 1000 متر مکعب بتون ریزی داشتیم در پروژه و با توجه به شرایطی که تو منطقه پیش اومده بود و اشکالاتی که وجود داشت یه مقداری تأثیر بر کار همه گذاشته، اما خدا را شکر تونستیم این بحران رو پشت سر بذاریم و کار با سرعت در حال انجامه و امیدواریم تو برنامه زمانی مشخصی که این پروژه داره کار به سرانجام برسه و بتونیم یک پروژه با کیفیت و در حد عالی تقدیم تمام خریدارا بکنیم. همه چیز بر اساس برنامه داره پیش میره و مقدار کمی تأخیری هم که به وجود اومده برنامه جبرانی براش گذاشته شده. اطلاعاتی که از مهندسان پروژه گرفتم و این پروژه داره با سرعت کارش جلو میره. امیدواریم که همه موفق باشن، ما هم بتونیم زودتر از زمان مقرر این پروژه را تحویل بدیم. ممنون از محبت همه دوستان و همکارانی که اینجا به ما کمک میکنن. تشکر. خدا نگهدارتون.